میدونی عشق اون چیزی نیست که باید دنبالش بگردیم، یه حالتیه که باید بهش تبدیل بشیم. وقتی قلبمون آروم و ریلکس باشه، وقتی با خودمون رو راست و مهربون باشیم، اون موقع است که عشق خودش میاد سراغمون بدون هیچ اجباری. هرچی از بیرون که جذب میکنیم انعکاس چیزیه که توی درون خودمونه. اگه توی دلامون پر از زخم، ترس، دلخوری، دروغ، کینه، خیانت، هر کدوم از این چیزای بد باشه، بدون که هیچ وقت عشق به سراغت نمیاد، حتی اگه از ته اعماق وجودت بخوایش. عشق مثل یه کیمیاگریه، میاد دیوارایی که دور دلمون ساختیم و آروم آروم ذوب میکنه، نه با زور بلکه با نور. اگه بخوای عشق واقعی رو تجربه کنی، اول باید با خودت آدم رو راستی باشی. اول باید خودت به اون آدمی که منتظرشی تبدیل بشی. وقتی دردات تبدیل به فهم میشن، وقتی اشتیاقت میشه نور، اون وقت عشق دیگه قایم نمیمونه، میاد آروم و بی صدا، اما با تمام قدرت. نه واسه کامل کردنت، واسه این که با چیزی که شدی یکی بشه. مثل آتیشی که شعله‌شو بشناسه، میاد وسط زندگی، نه اجازه میگیره و نه در میزنه، فقط میاد و همه چی رو عوض میکنه. چون عشق اون چیزی نیست که باید دنبالش باشی، عشق اونیه که باید بهش تبدیل بشی.